کتابخانه نه تنها مکان نگهداری کتاب هاست بلکه یک مرکز خودشناسی، تحکیم فرهنگ و رشد معرفتی ملت می باشد. از این نگاه بخشیده به سال فرهنگ کتابخانی و در دایره ماهواره جوانان در مؤسسه دولتی کتابخانه عاموی ولایت خلطان به نام شمس‌الدین شاهین آزمون آنلاینی لایخوانی تحت عنوان فرهنگ مطالعه نیروی فکر برگزار شد که در آن غالبان آزمون آنلاینی از تمام گوشه و کنار جمهوری، ادیبان، کتاب دوستان و دانشجویان شرکت ورزیدند. در حقیقت برگزار کردن آزمون آنلاینی لایخوانی و پیشتر اعلان گردیدن آزمون از طریق رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی صف اشتراکیان آن را خیلی زیاد نموده است. باعث افتخار و سربلندی است که ما همچون اشتراکچی آزمون آنلاینی لایخوانی که از جانب کتابخانه عاموی ولایتی به نام شمس‌الدین شاهین راه اندازی گردید، در همبستگی با اعلان نمودن سال 2025 سال فرهنگ کتابخوانی از جانب رئیس ولایت خلطان باعث افتخار و سربلندی است. این آزمون توانست به خاطر گرامی داشت شاعر زنده‌یاد تمام دوستداران اشعار استاد را و تمام دوستداران وطن و مادر را در اطراف خود متحد کرده باشد. در سن مؤسسه دولتی کتابخانه عاموی ولایت خلطان به نام شمس‌الدین شاهین به این مناسبت جمع آمد برگزار شد. مسئولین تاکید داشتند که اقدام رئیس ولایت خلطان دولتعلی سعید وابسته به اعلان گردیدن سال 2025 سال فرهنگ کتابخوانی و قدرشناسی نمودن شعر شاعری توانای ملت زنده‌یاد لایق شیرعلی اشتراکچیان آزمون آنلاینی و دوستداران کلام بده را به هم آورد. چاره‌بینی فرهنگی سیاسی که شامگاهان برگزار شد جنبستی آزمون آنلاینی بود که محبت اشتراکچیان را با کلام، با شعر، با استاد سخن لایق شیرعلی نشان داد. هدف زنده نگاه داشتن پیوند میان نسل‌های آینده ساز ملت و شعر و شاعر می باشد. کلام لایق شعری او که یک مکتب وطنداری است در دل و دیده های مردم زنده و جاوید خواهد بود. دیگران نیز اطراف اقدام رئیس ولایت خلطان عملی گردانیدن تشبس‌های نیک از جانب مؤسسه دولتی کتابخانه عاموی ولایت خلطان به نام شمس‌الدین شاهین در باب قدر و منزلت کتاب، شعر و شاعر اندیشه‌های بیکر بیان داشته همگان را به کتابخوانی رسیدن به قدر شعر والا و بزرگان ملت دعوت نمودند. به کتابخانه دولتی ولایت عاموی ولایت خلطان به نام شمس‌الدین شاهین آمده. این از بزرگی لایق است که ما را دوستان را سرجم کرد در این آزمونش. در وضعیت تنتنوی غالبان آزمون آنلاینی لایخوانی اعلان گردیده با تحفه‌های ارزشمند مؤسسه دولتی کتابخانه عاموی ولایت خلطان به نام شمس‌الدین شاهین قدرشناسی گردیدند. این قدرشناسی ها مهر و محبت کتاب و شاعری دوست داشته مردم زنده‌یاد لایق شیرعلی را زیاد می نماید. کتاب انسان را به یک دنیای دیگر میبرد. هر کس که اگر کتاب را از صدق دل مطالعه کند خودش را یکی از سیمای اساسی همان داستان می حسابد. واقعا هم هر کس که اگر کتاب خواند به قله‌های بلند زندگانی می رسد. همچنین اهل هنر و فرهنگ ولایت با برنامه مخصوص با سرود و ترانه های وطنداری بر اشعار استاد لایق شیرعلی، رقص های زیبا، شعرخوانی، پاسخ به سوالها وابسته به فعالیت شاعر خلق در نزد اشتراکچیان برآمد کرده و حسن این همایش فرهنگی سیاسی حسن زیبای ضم نمودند.